درود به تو دوست خوبم. امروز اومدم با یه انرژی خوانی متفاوت. ازت میخوام که تمرکزت رو بذاری روی قلبت، ذهنت رو برای چند لحظه هم که شده خالی کنی، نیت کنی و از بین دو نشان، نشان پروانه و نشان گل یکی رو انتخاب کنی و در این انرژی خوانی با من همراه باشی. حالا که انتخابت رو کردی، باید بهت بگم که این انرژی خوانی به نیت بی‌زمانی انجام میشه، به این معنی که هر وقت که در مسیر قرار بگیره انرژیش برات فعال و محقق میشه. و این انرژی خوانی عمومیه، به این معنی که انرژی افراد زیادی در اون جریان داره. بنابراین ممکنه یه قسمت‌هایش بهت بخوره و یه قسمت‌هایش نه. اون قسمتی که بهت میخوره رو برداشت کن، باقیش رو بذار برای بقیه دوستانت. و اگر دوست داری که انرژی شخصی خودت خوانش بشه، من راه ارتباطی رو در دیسکریپشن برات گذاشتم. خب بریم انرژی خوانی گروه اول، کسانی که نشان پروانه رو انتخاب کرده بودن رو بررسی کنیم. میگه تو الان توی مرحله هستی که گذشته رو پشت سر گذاشتی، ولی آینده برات خیلی واضح و شفاف نیست و بین دو تا انرژی گیر کردی. یکی انرژی نظم و کنترل و دیگری انرژی که از دنیای احساس و شهود میاد. مسیر در حال پاکسازی یک کارمای قدیمیه، مخصوصاً کارمای در زمینه مالی و روابط عاطفی، و داره نشون میده که از این به بعد اتفاقها با سرعت بیشتری برای تو رخ میدن، به شرط اینکه خودت هم شجاع باشی و از ترسهای ذهنیت عبور کنی. در زمینه عشق و احساس، یه رابطه یا احساسی رو نشون میده که خیلی عمیق تر از اون چیزیه که در ظاهر میبینی. شاید بینتون سکوت، فاصله یا سوء تفاهمی پیش اومده باشه، ولی داره یک پیوند عمیق روحی رو نشون میده که هنوز در جریانه و نشون میده که یکی از شماها داره تلاش میکنه که همه چیز رو منطقی و کنترل شده نگه داره، اما طرف مقابل با احساسات و تردیدهایی که داره درگیره. میگه تا حدوداً 3 ماه آینده یه شفاف سازی پیش میاد و یک حقیقتی آشکار میشه و تصمیم نهایی برای موندن یا رفتن گرفته میشه و در این مسیر تو به بلوغ احساسی میرسی. برای کسی که تنهاه، یه آشنایی جدید از مسیر کاری یا موقعیت رسمی وارد میشه. کسی که از نظر جایگاه یا سن از تو بالاتره ولی برای تو امنیت و ثبات میاره. در زمینه کار، پروژه و مسیر حرفه‌ای یک مرحله رشد رو نشون میده که این رشد آهسته ولی پایداره و میگه که نتیجه زحمت‌هایی که کشیدی رو داری میبینی و داره به ثمر میرسه، حتی اگه هنوز به چشمت نیامده باشه. ممکنه یه پروژه یا همکاری در راه باشه که با افراد با نفوذ یا ساختار دولتی در ارتباطه و در نهایت به نفعته، ولی باید صبور باشی. و یه هشدار کوچیک هم بهت میده، میگه اگه کاری داری انجام میدی حتما در چارچوب قانون باشه و اگر قراردادی داری امضا میکنی حتما بند اون قرارداد و جزئیاتش رو دقیق بخون تا یک بی‌عدالتی در حقت صورت نگیره. مسیر مالی در بلند مدت خیلی خوبه و میگه آینده تو پر از برکت و رفاهه، ولی این رفاه و برکت از راه شانس و خیلی سریع به دستت نمیرسه، بلکه با تلاشت به دست میاد و نیاز داره که پشت کارت رو حفظ بکنی. تو احتمالاً از نظر انرژی کارما داری پاداش صبرت رو میگیری و حتی ممکنه یک ارث، یک قرارداد قدیمی یا پولی که مدت‌ها منتظرش موندی بالاخره به دستت برسه. انرژی عدالت رو خیلی واضح داره نشون میده، یعنی اگر پرونده یا مسئله‌ای داری یا در آینده خواهی داشت، با عدالت کامل با تو برخورد میشه
و بهت میگه که در این مسیر باید احساسات یا شتاب زدگی رو کنار بذاری و در مسیر قانون و با منطق پیش بری. اگر وکیلی داری یا قراره کسی بهت کمکی بکنه، اون شخص با تجربه و قابل اعتماده. انرژی مهاجرت یا جابجایی هم در تقدیرت هست، ولی قرار نیست خیلی فوری اتفاق بیفته. تو فعلا داری قدرت درونی و منابع لازم برای این تغییر رو جمع می‌کنی. بهار آینده احتمال جدی شدن سفر یا تغییر مکان زیاده، مخصوصا اگر هدفت کاری یا تحصیلی باشه، اما قبل از اون یک سفر کوتاه در پاییز هم خواهی داشت. از نظر جسمی بدن داره با خستگی مزمن و یک جور کم انرژی بودن دست و پنجه نرم میکنه، مخصوصا به خاطر فشارهای روانی و بیخوابی‌هایی که این اواخر داشتی و نشون میده که سیستم عصبی و خوابت نیاز به تعادل داره، اما بهت میگه که میتونی این وضعیت رو سر و سامون بدی. فقط باید از احساس گناه و درگیری‌های ذهنی که داری رها بشی و بهت توصیه میکنی که یه چله برداری، 40 روز تمرکزت رو بذاری روی پاکسازی انرژی‌هات و مراقبت از خواب و تغذیت تا بعدش بتونی احساس سبکی کنی و قدرتت بهت برگرده. و میگه تو در مرحله تثبیت یک اقتدار درونی هستی. یعنی باید یاد بگیری که مثل یک امپراتور به خودت نگاه کنی و بدونی تو کسی هستی که میتونی احساساتت رو بفهمی، احساساتت رو در دستان خودت بگیری و اجازه ندی دیگران کنترلت کنن. کائنات داره تو رو آماده میکنه برای یک مسئولیت بزرگتر. انگار میخواد نقش یک رهبری رو بهت بده یا حتی میخواد نقش آموزش دادن به دیگران رو بهت بده، نقش یک آموزگار رو. و بهت میگه که تا پایان زمستون یک بیداری عمیق درونی برات اتفاق میفته، مثل اون لحظه‌ای که یک نوری، یک چراغی روشن میشه و میفهمی که چرا تا الان همه چیز به این شکل بوده و اتفاقات دقیقاً باید برای تو رخ میداده تا تو الان در این نقطه قرار بگیری. پس تو الان در نقطه گذار هستی و بهت میگه که همه چیز داره به نفعت پیش میره، ولی باید به زمان بندی اعتماد کنی، به زمان بندی کائنات. تا 6 ماه آینده زندگیت از مرحله انتظار وارد مرحله ثبات و شکوفایی میشه و تو این ثبات و شکوفایی رو در عشق، در پول و در قدرت شخصی میبینی، چون از مرحله کارما عبور کردی و یک پاکسازی کارمایی برای تو صورت گرفته. فقط به خودت یادآوری کن که ترس‌ها و تردیدهات رو کنار بذاری و رها بشی از این ترس‌ها و تردیدها. اون موقع است که معجزه‌ها یکی یکی به سمتت میان. خب حالا بریم سراغ انرژی خوانی گروه دوم، کسانی که نشان گل رو انتخاب کرده بودن. این انرژی خوانی نشون میده که الان در نقطه شروع دوباره از زندگی هستی. یه جور پاکسازی روحی در راهه و طوریه که اولش خیلی سنگینه، ولی در آخر متوجه میشی که چرا این پاکسازی برات لازم بوده. انگار کائنات خودش داره وارد عمل میشه تا مسیرت رو پاکسازی کنه، روشن کنه و تو رو از این بنبست بیرون بکشه. و در واقع یک در جدید داره به روی تو باز میشه، در خوشبختی، ثروت و آرامش، ولی به شرطی که باورهاتو عوض کنی و دیگه اون آدم سابق نباشی، چون از این به بعد قرار نیستش که برای تو چیزی مثل قبل پیش بره. در رابطه عاطفی یا حتی در احساس درونیت یه نوع بیداری عاطفی در پیش داری. در واقع یک عشق واقعی یا یک احساس صادق داره وارد زندگی تو میشه. حتی ممکنه کسی از گذشته به تو برگرده که دیگه اون آدم سابق نیست و به درک جدیدی رسیده. الان دوره فریب، خیال و توهم تموم شده. شاید قبلا دلت بین چند تا حس یا چند تا آدم یا حتی بین خواستن و نخواستن، موندن و رفتن
تردید داشته و مردد بوده، اما الان داره برای تو شفافیت و وضوح پیش میاد. تا 2 ماه آینده قراره یک گفتگوی قلبی یا یک اتفاق احساسی برات پیش بیاد که مثل نوری از خورشید وارد ذهنت میشه و خیلی چیزها رو برات روشن میکنه. اگر تنها هستی و پارتنری نداری، یه ارتباط تازه برات در راه با کسی که احساساتش واقعیه و نگاهش از جنس صداقته. داره میگه دوران رکودت تموم شده و یه فرصت کاری یا یک الهام بزرگ که از دل یه اتفاق ساده در میاد برای تو به وجود میاد. شاید یه پیشنهاد باشه، یه تماس باشه یا یه جرقه در ذهنت باشه که باعث بشه یک تغییر بزرگی برای تو رخ بده. انرژی کاری تو با خلاقیت، تدبیر و ایمان ترکیب شده و ممکنه وارد مسیری بشی که یا از نظر مالی پرثمره یا از نظر روحی برات رضایت بخشه و تا آخر پاییز امسال یه موقعیت مالی یا شغلی تازه برای تو باز میشه که مسیر بعدی زندگیت رو هم تعیین میکنه. فقط حواست باشه به تعادل بین انرژی و استراحت، چون کارت اعتدال برات افتاده و بهت میگه که اگر زیادی بخوای تلاش کنی، فعالیت کنی، زود خسته میشی و این باعث میشه که از نظر روحی کم بیاری. درخشان ترین قسمت این انرژی خانی برای تو قسمت پول و وضعیت مالیه. یعنی ورود پول، نور و برکت از چند جهت همزمان به زندگی تو. یه پول یا فرصت تازه از جایی میرسه که حتی فکرشو نمی کنی. ممکنه هدیه باشه، پاداش باشه یا حتی ممکنه همکاری با یه شخص باشه یا حتی ممکنه یک سرمایه‌ای به تو برگرده که تو امیدت رو نسبت به اون از دست داده باشی. به هر حال تو از تنگنا و محدودیت مالی داری خارج میشی، ولی باید خودت رو از باورهای محدود کننده رها کنی. یعنی اگه ته دلت هنوز فکر میکنی که پول سخت به دست میاد و به دست آوردن پول سخته، کائنات هم همونو برای تو خلق میکنه. حالا که کائنات یک تصمیم دیگه برای تو گرفته، تصمیم گرفته که پول رو به راحتی وارد زندگی تو کنه، تو هم باورهات رو تغییر بده و با کائنات همسو شو. میگه اگر در زمینه قانونی پرونده‌ای داری، نتیجه در نهایت روشن و به نفعته، ولی باید آرامش درونیت رو حفظ کنی. و در واقع داره نشون میده که حقیقت آشکار میشه، اما فقط وقتی که از استرس و کنترل کردن زیاد دست برداری. و برای خیلی‌ها نشون میده که بین بهمن تا اسفند اون مسئله قانونی که دارن به شفافیت میرسه و مشکلشون حل میشه. اما میگه که بهتر صبور و با ایمان باشی تا اتفاقا خودشون مسیر رو بهت نشون بدن. یه سفری در پیش داری که تقدیریه، یعنی برای تفریح نیست، برای رشد روحی و یه شروع دوباره است. ممکنه این سفر بیرونی باشه، مثلا تغییر شهر یا کشور، یا حتی ممکنه درونی باشه، تغییر مسیر زندگیت باشه، تغییر افکارت باشه. در هر حال میگه این راه برای تو باز میشه و برای خیلی ها نشون میده که تا بهار آینده یه جابجایی دارن یا یه سفر دارن و اگر مدت هاست که درگیر مدارک بودی یا درگیر یک تصمیمی بودی، این بار ورق به نفع تو برمیگرده. میگه درونت خسته است، ذهنت خسته است، ولی بدنت داره خودش رو احیا میکنه و میگه که شفا برای تو در راهه، چه از نظر جسمی چه از نظر روانی. اما میگه هنوز یه بخش از ذهنت هستش که خودش رو تو قفس نگه داشته و به خاطر ترس‌ها و تردیدهاست. کائنات داره بهت میگه بدنت پیام‌های مهمی برای تو میفرسته، بهش گوش بده. و توصیه‌ای که برات داره اینه که تا 21 روز آینده با مراقبه، آب، خواب کافی و نور خورشید خودت رو، انرژیت رو تنظیم کنی تا انرژی بهت برگرده و حتی ممکنه یک بهبود غیرمنتظره رو تجربه بکنی.
کائنات میگه تو الان در آستانه یکی از بزرگترین دوره‌های رشدت هستی. همه سختی‌هایی که گذروندی فقط برای این بود که یاد بگیری خودت خالق زندگیت هستی. و کارت خورشید در پایان میگه همه چیز در حال درست شدنه. تو وارد مرحله‌ای میشی که در همه چیز روشنایی رو پیدا میکنی، در عشق، در پول، در مسیر زندگی و حتی در باورهات. از آذر ماه تا اردیبهشت آینده زندگی قدم به قدم شکل مثبتی به خودش میگیره. یه چیزی شبیه بیداری از خواب، انگار تازه میفهمی چرا باید همه اون اتفاقا برای تو میافتاده. و در نهایت بهت میگه که همه چیز داره دوباره تنظیم میشه، فقط به نور درونت اعتماد کن.